چه صدای قشنگی داری. قابلدار نیست. قربونه. روزی 3 پاکت سیگار میکشم به این صدا میرسم. بعد چجور بقیه رو نصیحت میکنی که چیزی نکشن؟ خب نه دیگه، خودم رفتم ته داستان رو دیدم، به بقیه میگم نکنید. حالا که تو انقدر از شخصیت خودت به من نشون دادی، میخوای منم بخشی از شخصیتمو بهت نشون بدم؟ بله، منو دارن صدا میکنن. یه لحظه همینجا وایس، سلام برمیگردم. من پادم اوکی. چجوری این کارو کردی؟ Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in turn. آبرفز چرا؟ یه هی داری چپ و راست نگاه میکنی. سلام برسون بر کسی که صدای منو میشنوه. خودم هم کسی دیگه نمیشنوه. خالی اینجا. حالت خوبه؟ آره؟ یا آبرفز سلام. بابا چیم ترسه که کسی رو میبینی؟ بابا دارم به تو نگاه میکنم. نه جان من، کسی رو میبینی؟ جنی، آدمی، شخصیت دومی؟ داری ایسکا میکنی؟ خب بیا، اصلا انگار که من ندیدم. سلام، انگار از اول اومدم. سلام، زنا خوبی؟ چه خبر؟ خبری نیست. خدا رو شکر. چند سالته؟ چند میخوره؟ بگو، من تو حد زدن سن خوب نیستم. بگو خودت. 19. باری کلا دیگه سنی ازت گذاشته هیچی نمیخوای برای درمان اقدام کنی؟ بابا اصلا من دلم میخواد چپ و راست نگاه کنم. چه اشکالی داره؟ خب چرا وقتی یه مهمون اومده با چپ و راست نگاه، مگه من الان جای دیگر رو نگاه میکنم؟ تو اصلا به دوربین نگاه نمیکنی، تو داری یه دیگه نگاه میکنی. خب من دارم به مانیتور نگاه میکنم، چون این مانیتور این دوربینه. بیا الان میتونم بشینم تو چشات نگاه کنم. خب بیا. آفرین، الان خوبه. الان خوبه، الان راضی، اوکی. باجی دارم از 100% مغزم استفاده میکنم، چون با چشم دارم اونجا رو میبینم، با یه چشم دارم این پایین رو میبینم که تویی. اسم چیه؟ محلب. من کوچیک تعمیرم. امیر، وای 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 وای. وای وای چقدر ترسناک در مقابل تو امیر. خیلی امیر، وای امیر، نه امیر، وای امیر اسمشون خیلی بد در من خودم بد در رفتم. چرا تو اسمم؟ ببین من میخوام یه 30 ثانیه سکوت کنم. میخوام اینا واکنش چی؟ میخوام اینا چیکار میکنی؟ گندم. حالا که تو که انقدر از همه شخصیتات و همه دیوونه بازیات بهم نشون دادی، میخوای شخصیت دوم منو ببینی؟ چرا؟ خیلی مشتاقم واقعا. واقعا یه دختری. بله، منو دارن صدا میکنن. یه لحظه همینجا وایس، سلام برمیگردم. دختری، وای این دختر من میدونستم. چرا شدی؟ ببین من از تو دیوونه ترم. عجیبی خود. خب خوب بود، بد بود؟ نه خیلی خوب بود. حالا اون شخصیتم یا این شخصیتم؟ این شخصیتی که در حال حاضر است یکم ترسناکه، اون بهش مهربون‌تر میخوره بهش. چون نشد من ترساکم. دیگ به دیگ میگه رود سیاه. صدات شاید حس میکنم صدات هم افکته، نمیدونم. صدام ایایه، صدام خودم نیستم. دیدین؟ آره، هوش مصنوعی صدام. میخوام صدا خودتو بشنوم. حاجی الان واقعا به هم میخوره صدام هوش مصنوعی. بابا خیلی دمتون گرم شماها، خیلی نامردین. حاجی واقعا قلب. حاجی تو چندمین نفری اینو داری باور میکنی؟ آخه از این شخصیتی که من از تو دیدم واقعا بد نیستش. که صدام هوش مصنوعی باشه؟ آره. مارکوس نمیدونستم تو هم رقصیدن بلدی پسر. برو آقا، تو داری ما رو ایستگاه میکنی. باور کن هوش مصنوعی نیست. بابا نه هست. خانم جونز میتونم از این کوکیاتون امروز قرض بگیرم؟ ممنونم خانم جونز، اینقدر به فکر ما نباش. من بازم باور نمیکنم. نظر لطفتی که حس میکنی انقدر صدام خوبه که به من نمیخوره. نظر لطفته. آره واقعا صدات خیلی قشنگه. قبلا هم یه بار دیدمت همونا. تو چرا همش اینجایی؟ عذرخواهی میکنم همش منو میبینی. نه جدی خیلی مینی چتی. خب من تو رو هم همونقدر دارم میبینم که تو منو داری میبینی دیگه. من میدونی بعد از چقدر وقت اومدم اینجا و دارم تو رو میبینم؟ خب از کجا میدونی من بعد چقدر وقت نیومدم و اینجا دارم تو رو میبینم؟ این یعنی خدا میخواد من و تو با هم آشنا شیم. عجیب ترین برداشتی بود که یه نفر میتونه بکنه. یعنی میبینی منو یادت نمیاد. خیلی آشنایی. 2 ساعت تمام داشتیم با هم صحبت میکردیم، بعد گوشیم زنگ خورد رفتم.
منی که میدونم قطع کردی ولی نمیتونم ثابت کنم. نه به خدا گوشیم زنگ خورد. بعدش هم خیلی گشتم تو مینی چت ولی پیدات نکردم. کاملا یادم اومد که تو کی. آره یادم اومد. چه خبر؟ تو چه خبر؟ بعدت شم. چی کارا میکنی با زندگیت؟ من کردم زرد عقدی شدم. میدونی چه زشت شدم؟ خب همین کارو کردی من نشنیدم. نه زشت که شما زیبایی نفرما خواهر. تنوع دیگه میاد بهت. زرد عقدی؟ زرد شبیه قناری شد. نه ولی خب میگم تو همین کارو کردی که نشناختمت. همین رنگیه بیا منو بگیر به نظرم. عقد کنی. آره دیگه زرد عقدیه دیگه. فردت شد 17 سالت بود نه؟ هنوز نشد به 17 سالم. آره گفتی تولدت بود در آینده نه؟ چند روز دیگه یا نه؟ یعنی نزدیک. برام آیفون 17 بگیری. این من به غلط که من کی گفتم؟ دوباره ردم کن و بهونه بگی که بهم زنگ زدن. بذار پس تا گوشیم زنگ نخورده آیدیمو بهت بدم. میشه منو یه جای ثابت بذاری؟ نه هر جا دلم بخواد میکنم. نه تا من الان قطع میشه حس میکنم. چرا؟ تو خیلی ضعیفی یهو خیلی تار شدی. ببین تا قبل اینکه بری میخوای یه سورپرایزی بهت نشون بدم؟ بله منو دارن صدا میکنن. یه لحظه همینجا وایس الان با سورپرایزت میام. چرا هیچ واکنشی نشون ندیدی؟ یعنی این سورپرایز این برات مهم نبود نه؟ نه نظر لطفته. باید ساده هم میخوای بگم خب. خیلی خفن بود. که غیر از اینم نیست. مهمه که خودم با خودم حال میکنم. غیر از اینم مگه؟ آره. یعنی بقیه هم حال کنم به اضافه میشه به. نه باید من باید حال کنم. نکردم ششم آب نمیخوره واقعا کمتر بکش به خدا حیفه. بابا خراب شد داره صدا اگزوز میده. واقعا خوبی داشته. واقعا همه دارن میکشن. یه ذره به خودتون برسین خدا وکیلی. چشم چه صدای قشنگی داری. قابلدار نیست. قربونه. روزی 3 پاکت سیگار میکشم به این صدا میرسم. بعد چجور بقیه رو نصیحت میکنی که چیزی نکشن؟ خب نه دیگه خودم رفتم ته داستان رو دیدم به بقیه میگم نکنید. چند سالته تو ته داستان دیدی؟ 18. بابا سر داستانم نیستن. شما چند سالتونه؟ 21. واه یه نصیحت کن. واه انگار 40 سالم. یه نصیحت دهه 20 زندگی به من بکن. نصیحت یاد چیزی رو جدی نگیر. همه چی به تخمت. چرا زخم خورده ای خواهر؟ چی شده؟ بابا من خستم. من تازه دانشگاه اومدم. دانشگاه رشته چیه؟ مهندسی شیمی. و قرار چی کاره بشی در پس دانشگاه؟ میخوام شیشه درست کنم خودم اول بکشم. خیلی خوبی خدا وکیلی. کاش من تو 21 سال انقدر جوون بمونم. چرا داری این توهینو به من؟ بابا من غلط بکنم من توهین نکردم. میگم کاش من تو 21 سال انقدر سرزنده بمونم. ببین کاش من تو خراب بود که دارم تلاش میکنم. ببین نیمروخ یه لانا دل ری مخوفی داره واسه خودش. جدی؟ به خدا دارم بهت میگم. اسمت چیه؟ اصلا ولی واقعا بهت نمیاد 21 سالت بشه. جدا دارم بهت میگم. نه دیگه حالا کمتر بهت میخوره. دلت شاد مونده. من دلی نه دلم مرده. چه دل شادی. چی میگی؟ چی شده؟ پسرم بهم خیانت کرد. خب بعد من یه حالت ساید بی داشتم ولی خب اصلا صحبت نمی‌کردم. اوه ساید بیچ. ساید خیلی آدم لارجی بود. خیلی خفن پولدار اینا. خانم اجازه؟ بعدی بفهم ساید میشه برای من توضیح بدی؟ نمک. تو عالی واقعا. کسی لیاقتتو نداره. جدا دارم بهت میگم. مرسی. فرار کن. الان دوراتو زدی و دنبال آرامشی. فقط کیس ازدواج. بریم سر خونه زندگیمون. واقعا یادم که کلا نشناستت بیاد خواستگاریت میگی بله؟ نه. نه چرا؟ اگه چیز باشه بن سلمان باشه آره. بن سلمان خیلی کم توقعی. یعنی تو که آره تصورشی کردی یا یه ذره بزرگتر مثلا پادشاه اسپانیایی مثلا؟ نه من بن سلمانو میخوام که حداقل بتونم باش 2 کلمه عربی نزدیک خانواده هم باشی بری بیای دیگه. آره دیگه. حالا که تو انقدر از شخصیت خودتو به من نشون دادی میخوای منم بخشی از شخصیتمو بهت نشون بدم؟ بله منو دارن صدا میکنن. یه لحظه همینجا وایس سلام برمیگردم. من خودم اوکی.
شخصیت دوم با کادو. چجوری این کارو کردی؟ پشمام. من دارم ازت تعریف میکنم تو چرا نمیگی مرسی؟ خیلی ممنونم. خب بذار من خونه نه بگوشت منم تعریف کنم. کاملا باهوش، کاملا مهربون، کامفوز، فوق العاده زیبا. بزنم به تخته با اینکه من چشام شوره و تخته جواب نمیده ولی باید بزنم. صافت عوضی تعریف نکن. نمیخوام. ببین انقدر چشمام شوره. ببین پاده فکر کنم مشخصه که چشمام چقدر شوره. بابا هنوز نیومده بود این کلمه اول گفتی این خراب شد. اکنون اگر راحت باش، سری پیشم ردم کردی. من تو اول بار میبینم. باشه آروم باش. اگه بو کنم خودم میگم. باشه عذرخواهی میکنم، جسارت از من. تابلوها خیلی قشنگه. نه یه از خیلی سلیقه باز در آوردم. نفرما نفرما. تابلوها رو خودت کشیدی یا خریدی؟ چرا من بخرم وقتی استعداد شده؟ ای با من چرا امروز اینجوری میخوام به خود من اینجوری نیستم. ما که ندیدیم ولی طبق گفته ها و شنیده ها حرفتو باور میکنه. ببینم تابلوها رو دقیقه جسارتا اگه نمیزنیمون خیلی قشنگه. جدا با استعدادی. باید بزنم به تخته. خودم میدونم. امیر به آروم تمرین باش. آرامش فوری در 10 دقیقه. ببین اسم چیه جسارتا؟ بگم اسم من باورت میشه. خب سرکار الیه یه نفس عمیق بکش و آرامش خودتو حفظ بکن. بله. ببین یه تابلو داریوش برای من بکش تا عمر دارم تابلوتو میزنم اینجا. اصلا من چهره خودم بلد نیستم بکشم. داریوش بکشم برام. مگر اینکه از داریوش دماغشو بکشم. داریوق یعنی ببین خدا لعنتت کنه. چند سالته؟ من الان 11ام دیگه 17 میشه. آها یعنی نسبت به کلاست داری میگی چند سالته، یعنی خودت نمیدونی کی به دنیا آمدی نه؟ آخه من به دنیا نیومدم که. چی شده من پس؟ من 2 ساله دارم تو کره زمین زندگی میکنم. حاجی حالت خوبه؟ یعنی حال مالت اوکی؟ کاری از دست من برمیاد به قول جون امیر دریغ نکن. من اصلا کره زمین نبودم. من یه خونه داشتم تو مریخ بعد اینجا بودم. الهی بمیرم برای خانوادت جی. 17 سال یعنی تحمل. جدی من خیلی ساکتم تو خونه. امروز نمیدونم چم شده. میدونی چرا؟ یه نفر قبل تو بود خب بعد همین که دوربینو باز کردم اینجوری کردم بعد گفتم سلام بلد نیستی. برگشت گفت من گوه بخورم. یه رس اعتماد به نفسم رفته بالا. عاشق صداقتتم جدی. میشه بپرسم بچه کجایی اگه وقت شد؟ اگه شما اجازه بدی و به ما اجازه صحبت بدی من بچه رشتم. میشه آیدی اینستاتو اینجا بنویسی چون نتم میره الان. پسر که آیدی نمیده. الان نمیده آیدی تو؟ پسر مگه آخه بعد اصلا به خودم آیدی ما حفظ نیستم. کدوم پسری آیدی تلگرامشو حفظه؟ الان من نتم قطع شه. خب تا قبل اینکه نتت قطع شه میخوای چیزی بهت نشون بدم؟ بله. ببین منو دارن صدام کن. یه لحظه همینجا وایس حالا برمیگردم. من نمیرم مگر که نتم قطع شه. ببین از الان دارم میگم. ادیتشو چطور زدی؟ بد بود انقدر بد بود. نه خیلی خوب بود. پشمام ریخت واقعا. احساس میکنم با AI دارم حرف میزنم. اگه مسخرمون کردی بگو. ای آی هم واقعا این همه تو روم ریدی به من ای آی هم. کدوم ای آی اینو تحمل میکنه؟